عرضم به حضورتون که وکیل برای دفاع از مردی که متهم به سرقت بود تو دادگاه گفت موکل من فقط دست خودشو داخل پنجره خونه کرده و چند تا چیز بی اهمیت رو برداشته. این عدالت نیست که این همه بره زندون. دست او که خود او نیست، چرا برای مجازات یه عضو بدن همه اعضای بدن باید برن زندون؟ قاضی کارکشته بود، گفت خیلی قشنگ گفتی، گل گفتی، منم فقط دستشو به 1 سال زندان محکوم میکنم. حالا خودش میدونه، اگه میخواد همراه دستش بره زندون، نمیخواد همراه دستش نره. در همین لحظه متهم دست مصنوعی خودشو گذاشت رو میز قاضی و رفت. قاضی فریاد زد ای بیمرم کجا میری؟ کور خوندی اگه فکر کردی که با این زرنگ بازی ها میشه از دست تحریما در رفت. نظامو کشیدن به چارمیخی که نمیتونه تکون بکنه. قربونت برم الهی. آیه دکتر پس چی شد اون شکافی که ظریف اینا میگفتن سر برجام قراره بین آمریکا و اروپا به وجود بیاد و بندازتشون به جون هم؟ هیچی، عین باقی حرفای ظریف. فرانسه یه خنجری کرد تو پشت مقام عظما 3 دور چرخوند که چند تا برجام دیگه اتوش در بیاد. طرف آمریکا رو گرفت، نه ما رو. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض می‌کردم بله، میفرمودن طرف رفت کلانتری از بابا شکایت کرد که کتکش زده. افسر زنگ زد، بابای اومد، دوتای عین سگ زدنش. خوشبختانه آیه دکتر قاطعیت سردارای نظامو داریم. چند تاشون گفتن به هیچ قیمتی نمیذاریم بازرسی از سایتمون بشه. بشین بابا، هنوز خالی بندی جعفری رو که گفت اگه تحریم تصویب بشه باید پایگاهش رو ببرن 1000 کیلومتر اون طرفتر، نتونستیم جمع بکنیم. تو دیگه یادشون ننداز که دوباره حالمون رو بگیرن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه به رفیق مرسی هیکلش گفت یادت 8 سال پیش منو کتک زدی بخشیدمت. طرف یادم نمیاد چرا زدمت. مشهدی گفت هیچی، توف انداختم رود. طرف دوباره گرفت عین سگ زدش. روشن شد یا همچین بذارم که تا 8 سال یادت بمونه. پیشنهاد میکنم که این سردار سلامی رو بفرستیم جلو با یه هارت و پورت بسیجی کش مدل 2017 که گفت اکستراپولیشن دل خالی میکنه، زهره میتونه کنه. نه بیشتر روده بار میکنه دشمنا رو از خنده. طفلی عظما اگه اجازه بده بازرسی بکنی بدبختیه، اگرم اجازه نده دوباره هم بدبختیه. بیچاره یه جایی رفته که همش بنبسه. آیه دکتر یه تلفن بشنویم فضامون عوض شه. من از پایگاه بسیج زنگ میزنم، یک سوال داشتم. صبر کن برای اینکه یه تنوعی تو برنامه باشه من سوال میکنم. صبر کن میرم. از بسیجی سوال میکنی؟ ناکس. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که چوپونه از گوسفندش پرسید چرا از گرگ اینقدر میترسی ولی با سگ رفیقی؟ گوسفنده چی گفت؟ گفت به به. نه تو واقعا انتظار داشتی گوسفنده جواب بده؟ طرف داره به زبون خودش میگه بسیجی هم، بعد تو میگی سوال بکنم جوابم بده. کی؟ برادر بسیجی قطع کن، به مغزت فشار نیار. همین که شما را گرفتی برای این دو بسه. ولی آی دکتر من با این حرف شما موافق نیستم که بسیجی به اندازه گوسفند نمیفهمه. والا من خودم امتحان کردم، به نظر من بسیجی به اندازه گوسفند میفهمه. تا حالا عظما تو بنبست بود، الان تو من انداختی تو بنبست که هر طرفشو بگیرم ضرره. برو سر سوال بعدی اینجا با نسا. آیا دکتر توی بدبختی محکوم شدن چپ و راست نظام اولش گفتن یه بیانیه عفو بین الملله سرمون رو بگیریم پایین موج رد شه بره. بعدش شد موضع‌گیری گزارشگر ویژه سازمان ملل، گفتن طوری نمیشه. حالا شده موضع‌گیری دبیرکل آنتونیو گوترز، بدبخت شدیم رفت. میگه باید هیئت تحقیق تشکیل بشه، اسم برده از رئیسی نور چشم مقام بیشین چه خبرته؟ همه فهمیدن که چقدر بدبخت شدی. به جای اینکه از من سوال کنی منم یه جستی بگیرم که یه دلی تو دل مقام بذارم، تو دل خودم هم خالی کردی. میترسم یه کاری بکنن که تحریما یادمون بره آیه دکتر. آره دیگه، به این میگن دکترین پوز و دندون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله،
میفرمودن اگه دندون درد شدیدت با هیچ مسکنی خوب نشد برو یه بکسور مرسی هیکل پیدا بکن، یه فوش آبدار بهش بده، یه مشتم حواله کن، دیگه کاریت نباشه، بقیهش با اون. همچی میذاره تو پک و پوزت که یه 24 ساعت که بیهوشی، بعدش هم که به هوش بیای درد پک و پوز نمیذاره یاد دندونت بیفته. آی دکتر، ولی تا زمانی که ما انسجام خودمون رو داریم فشارهای خارجی ما رو کله پا نمی‌کنن. انسجام بین مسئولین نظام، انسجام بین مسئولین نظام، بیخیال حمایت بدنه نظام به خصوص طلبه ها از مقام عظما، حمایت طلبه ها خراب شد. بیخیال این هفته که تو جلسه طلبه ها مقام عظما رو ضایع کردن سکه یه پول. دیدی بعضی وقتا هیچ اختلاف و دعوایی تو بالای نظام نیست، همه از همدیگه تعریف تمجید میکنن و قربون صدقه هم میرن. نه خیر ندیدم. خب منم ندیدم، بزن قدش. روشن شد که نمیتونی توی بحث با من در بیافتی. عظما رفته بود بدبخت برای حل و فصل اون چیزایی که اون زیر میرا تو حوزه پیش اومده، ولی بدتر شد، ضایعش کردن، سکه یه پولش کردن. کاری که قرار بود مسئلهش رو حل بکنه خودش شد مسئلهش. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمودن که یارو سگ خرید که دزدا نیان خونش، خود سگه رو دزدیدن. ولی بالاخره تو درون نظام بابا این همه عقب جلو کردی نتونستی اینجا پارک بکنی، خب برو یه جا دیگه سوالتو عوض کن. میگه درون کجا نظام. برم آی دکتر، کجا برم که همین بساط نباشه؟ خوبش همین برنامه خودمونه با دعوای آخر کارمون. ناکس دعوای ما رو با بقیه نظام مقایسه نکن، آبرو حیثیتمون میره. آی دکتر من قول میدم که سوالای سخت نکنم، شما هم دعوا نکنید. ناکس تو فکر کردی که مثلا به خاطر آنتیک بودن و سخت بودن سوالاته گیج میذاری تو؟ اما من که سر این چیزا با تو دعوا نمیکنم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن مشنگه برای بینایی سنجی قبل گرفتن گواهینامه رفت پیش چشم پزشک، گفت آقای دکتر ناموسن یه کاری بکن پشت فرمون عینک نزنم. دکتر گفت کجا رو نگاه میکنی؟ من این طرف نشستم، چرا اون رو نگاه میکنی؟ روشن شد یا همچین بذارم که جهت نگاهت عوض بشه. آیه دکتر خیلی عذر میخوام، شما خیلی قشنگ عنوان مشنگ رو برای من استفاده کردین. حیثیت من که حیثیت مقام عظما نیست که ازش بگذرم. سب کن میرم، من که مستقیم بهت نگفتم مشنگ، من غیر مستقیم به تو گفتم مشنگ، ولی به مقام عظما تو روش میگن مشنگ. این بدبخت بیچاره رو